أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه بارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. مخاطبین ارزشمند، برادران بزرگوار و خواهران گرامی، در درس‌های گذشته که آیات ابتدایی سوره مبارکه احزاب را می‌خواندیم، به صورت مختصر در درس گذشته جریان احزاب را و اینکه تمام احزاب و گروه‌های الحادی، کفر و شرک، یهود و نصارا همه بر علیه مسلمانان در سال 5 هجری متحد شدند و به گمان خودشون میخواستند که برای همیشه مسلمانان را از بین ببرند و نابود بکنند. خواندیم که چه حادثه و اتفاق تلخی برای مسلمانان بود که قرآن کریم تعبیراتش واقعا قابل تعمق هست. الله می فرماید اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم، زمانی که همه این احزاب که یک لشکر 10 الی 12,000 نفری بود، از بالای مدینه، از پایین مدینه، از 4 طرف مدینه بر شما هجوم آوردند. و اذ زاغت الابصار، چشمها کج شد، یعنی چنان عرصه بر شما تنگ شد. و بلغت القلوب الحناجر، و دلها به حنجره رسید، گلوها خشک شد. و تظنون بالله الظنونا، و حتی یه سری وساوسی به شما دست داد در رابطه با خداوند عزوجل. یه چیزای دیگه فکر میکردید که خداوند دیگه شما را رها کرده و خدا شما را یاری نمی کند. چنان عرصه و چنان شرایط سخت بود. پروردگار فرمود هنالک ابتلی المؤمنون. این یه ابتلاء بسیار بزرگی برای مؤمنان بود، یه امتحان بسیار بزرگی برای مؤمنان بود. خداوند همیشه در تمام زمانه ها بندگان خودش را امتحان کرده. دنیا دار امتحان است، دنیا محل امتحان است. بنا نیست که دنیا برای ما بهشت باشه، بنا نیست که در دنیا همه چیز طبق میل ما پیش بره. قرار نیست که در دنیا همیشه بالاخره ما در گل و گلستان باشیم. خداوند تعبیر میفرماید، تعبیرش قابل تعمق است. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. مؤمنان مبتلا شدند، گرفتار شدند،
امتحان برایشون آمد و متزلزل شدند. چه تزلزل شدیدی! واقعا اون روزها روزهای سختی بود، روزهایی بود که کفار امیدوار بودند، اما مسلمانان در آیات بعدی تذکره مسلمانان میاد که چه ایمان قوی داشتند. مسلمانان میگفتند هذا ما وعدنا الله و رسوله، این وعده خدا و رسول خداست. کدوم وعده؟ اهل تفسیر میگویند همون وعده‌ای که خداوند فرموده بود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا. آیا شما میپندارید که وارد بهشت میشید بدون هیچی؟ هنوز شرایط پیشینیان برای شما نیامده، هنوز سختی هایی که برای اونها بود برای شما نیامده، که سختی های مالی، جانی، مضرات و آسیب های شدید متوجه اونها شد؟ هنوز برای شما نیامده؟ وقتی که شرایط احزاب را دیدن مسلمانان گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله، این همون سختی هاست، این همون شدائد هست، این همون مشکلات و ابتلاعات هست که پروردگار فرموده بود باید استقامت کنیم. مسلمانان استقامت کنید، همدیگر را به طرف استقامت و ثبات دعوت میدادند. اما عزیزان، گروه های دیگری هم بودند که خداوند ذکر اون گروه ها را میفرماید. در ابتدای سوره ما ذکر مشرکین خواندیم. مشرکین چیکار کردند؟ یهودی ها چیکار کردند؟ قبایل کفار چیکار کردند؟ اون چی که آیاتی که در رابطه با اونها بود خونده شد. در درس امشب که از آیه 12 شروع میشه تقریبا تا آیه 21، در این آیات 10 آیه هستند. در این آیات تذکره منافقین است. منافقین گروه بسیار خطرناک، منافقین گروهی هستند که همیشه بزرگترین آسیب را، بزرگترین ضربه را اسلام و مسلمین اگر متحمل شدند از دست این قشر. دقت بفرمایید، در آغاز کلام الله مجید در اول سوره بقره وقتی که وصف مؤمنین شروع میشه، هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، 2-3 آیه هستند در رابطه با اوصاف مؤمنین. بعد از مؤمنین اوصاف کفار میاد، 2-3 آیه هست در رابطه با اوصاف کفار. بعد از اوصاف کفار وقتی که ذکر منافقین میاد خیلی طولانی هست. چندین مثال برای اینکه ما منافقین را بشناسیم، برای اینکه ما درک درستی از نفاق و اهل نفاق داشته باشیم، خداوند 2 مثال در همون صفحات اول سوره بقره بیان میفرماید. معلوم میشه که این قوم بسیار مرموزی هست و شناخت نفاق و اهل نفاق بسیار مهم است. اینجا هم در آیات گذشته ما ذکر کفار و مشرکین خواندیم، ذکر یهود و نصارا اهل کتاب خواندیم به صورت مختصر، چون اونها تابلو هستند، مشخصند، ظاهر و باطنشون یکیه. اما منافق چون که رنگ عوض میکنه، چون که شکل عوض میکنه، چون که به صورتهای مختلفی بازی میکنه، تشخیصش بسیار مشکل است. لذا بعضی از اوصاف اهل نفاق را خدای عزوجل در این آیات بیان فرموده. خداوند عزوجل همه ما مسلمانان را از نفاق و صفات اهل نفاق نجات بده. لذا خداوند می فرماید و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. از این آیه، اولین آیه هست در وصف منافقین، برداشت های مختلفی میشه، اما بنده 2 تا برداشت عمده و 2 تا استنباط مهم را که از این آیه
برداشت میکنم و عرض میکنم اینه که منافق اولا باورش، اعتقادش، یقینش نسبت به اون چی که خدا میگه و رسول خدا میگه باور نداره، سست، ضعیفه، قبول نداره. ظاهرا شاید سر تکون بده اما در دل باور نداره این وعده ها و این مژده ها را، این بشارت ها را. دومین چیزی که از این آیه معلوم میشه، منافق بزدله، منافق ترسوه، منافق همش به فکر جان خودش هست، منافق هیچ خط مشی ندارد، هیچ مرام درستی ندارد. او حزب به قول مردم و معروف میگه حزب باده، نگاه میکنه که جهت وزش باد کدوم سمته. لذا یه روزی میبینه شرایط به نفع اسلامه، به نفع مسلمانانه، به نفع دین و اهل دینه، لباس متدینین به تن دارد و در صفوف اول حضور دارد. اما یه روزی میبینه که شرایط سختی هست برای مسلمانان، شرایط به نفع کفاره، لذا به اون سمت تمایل نشون میده، اونجا پیغام دوستی میفرسته و اونجا خیانت هایی که میکنه برای اونها ابراز و اظهار میداره. لذا الله عز وجل همینو میفرماید و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، زمانی که میگویند منافقان، اما خداوند فقط به وصف منافق اکتفا نمیفرماید. والذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در دلهایشون مرض هست. این تعبیر تنها اینجا بکار برده نشده، جاهای دیگه هم بکار برده شده. منافق قلبا مریضه، منافق چون قلبش متزلزل، متردده، قرآن تعبیر میفرماید مذبذبین بین ذالک، دائما اون در تذبذب و تردده، در اضطراب، نمیدونی کدوم سمت بره، همیشه ناراحته، شرایط او را ناراحت داره، چون شرایط به یک سمت سو نیست. اونها چی گفتند؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خداوند و رسولش با ما وعده نکرد مگر وعده فریب، وعده دروغین، العیاذ بالله. جریان چی بود؟ اون چه که در روایت ها می آید، ببینید باور منافق واقعا ضعیف به اون چه که بهترین بنده خدا، امام انبیا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می فرمود و مستقیما از زبان رسول الله می شنیدند، باور نداشتند. در درس گذشته هم عرض کردم وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادند که خندق‌ها را حفر بکنند، میخوام این وعده را عرض کنم که منظور از وعده چیه. وقتی که میخواستند خندق‌ها را حفر بکنند، اون چاله ها را بکنند، بزنند، یه بخشی که مربوط به اهل بیت بود که در همونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند سلمان و منا اهل البیت، چون که سلمان در واقع کسی بود که این راهکار خندق را و این فکر را ایشون ارائه داده بود. هر گروهی میخواست که سلمان جز اونها باشد، هر طایفه‌ای، هر گروهی. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سلمان و منا اهل البیت، سلمان با گروه اهل بیت ما خواهد بود. لذا این قسمتی که سلمان و اهل بیت حفر می کردند، در مسیری که رسول الله خط را کشیده بودند، یه سنگی با سنگ بزرگ مواجه شدند و میخواستند که هر کاری کردن سنگ شکسته نمیشد، میخواستند مسیر را منحرف بکنند، یه مقداری کج بکنند. سلمان خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آمد و اجازه گرفت، چون خط را رسول الله کشیده بود. گفت یا رسول الله سنگی هست
و این نمیذاره که ما خندق را به این شکلی که شما کشیدید، شما اجازه بدید مقداری ما مسیر را عوض کنیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودشون بلند شدند و اون ابزار و آله هر چی که بود که سنگ را به وسیله اون میشکستند، پوکی بود، پتکی بود، کلنگی بود، بالاخره به وسیله اون آن حضرت صلی الله علیه و سلم 3 ضربه زده. این معروف است در احادیث. ضربه اول را وقتی که زدن یه جرقی بلند شد که این جرقه را همگان دیدند، اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این جرقه چیزی دیگه دید. آن حضرت فرمود که من کاخ و قصرهای کسرای ایران را دیدم در این جرقه. ضربه دوم را وقتی که وارد کردند، جرقه دوم را دیدند که فرمودند من محلات روم را مشاهده کردم. و جرقه سوم را فرمودند که من کاخهای سرخ شام را، و بعضی روایت ها صنعای یمن آمده، علی ای حال روایت ها متفاوت است. و در پایان فرمودند که جبرائیل امین به من بشارت دادن، مژده دادن که همه این کاخها و همه این قصرها زیر پاهای امت تو و زیر سم اسبهای امت تو قرار میگیرد، یعنی شما اینها را فتح خواهید کرد. وقتی که این گفتن مسلمانان تکبیر گفتند الله اکبر، چون مسلمان به سخن پیامبرش اعتقاد داره، ایمان داره، باور داره. اما منافقین، عرض کردم منافق باورش ضعیفه، منافقین تمسخر کردند و وقتی که با هم دیگه خلوت کردند و با هم تنها شدند گفتند که ما جرأت نداریم یه مقدار فاصله بگیریم برای بلا نسبت دستشویی، میترسیم که دشمن به ما حمله نکنه. و ایشون کاخهای ایران و روم را میبینه، خواب اونجا را داره میبینه. میگفتند و میخندیدند، تمسخر میکردند. امروز اگر اون منافقین بودند، امروز نه، 50 سال بعد از اون جریان، 50 سال هم نه، 30 سال بعد از اون اگر اون منافقین بودند، میدیدند که چگونه اون پیشگویی های رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق آمد. در زمان خلفاء راشدین، بالخصوص در زمان سیدنا عمر فاروق و عثمان ذوالنورین رضوان الله علیهم اجمعین، چگونه این کاخهای کفر و استبداد یکی بعد از دیگری سقوط کرد و متلاشی شد. بله، واقعا اون روزی بود که مسلمانان پناهگاهی نداشتند. مسلمانان برای محافظت از خودشون خندق و چاله حفر کرده بودند، ولی وقتی که خدای قهار و خدای عالم به پیامبرش این مژده را میده، میبینیم تاریخ گواه است، دنیا شاهد است که اون مژده ها و اون بشارت ها در مدت بسیار کوتاهی متحقق میشه. عزیزان، انسان وقتی که در مسیر حق قرار بگیرد، در مسیر درست قرار بگیرد، از افراط و تفریط بدور باشد، در مسیر عدالت خواهی باشد، هر چند که دنیا بر علیهش باشد، تمام دشمنان بر علیهش بسیج باشد، به شرط اینکه انسان با خدا باشد. این وعده خداوند است، خدا یاری میفرماید. منافقین میترسند، منافقین باور ندارند، منافقین بزدلند. اینجا الله عزوجل همین رو بیان میفرماید که ما مسلمانان صفات نفاق و اهل نفاق داشته نباشیم. الله چه میفرماید؟ کسانی که در دلشون مرض نفاق بود، کسانی که در دلشان این شک و تردد بود، چی گفتند؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خداوند و رسولش با ما وعده نفرموده مگر وعده فریب، وعده دروغ. اینجا چه خبره؟ خواب ایران و روم را میبینم، ما اینجا آرامش نداریم، نمیدونیم کجا بریم. هی اعتراض میکردن و به همدیگه
همدیگر را تشویق میکردند که صحنه را بذارید، سنگر را بذارید، فرار کنید. همیشه منافق یکی دیگر از اوصاف منافقین هست. همیشه منافق به جای اینکه تقویت بکند تضعیف روحیه میکند، به جای اینکه مسلمانان را تشویق بکند برای ثبات، برای ایستادگی در مقابل ظلم، ایستادگی در مقابل کفر، ایستادگی در مقابل باطل، هی انسان را تضعیف میکنه. میگه بابا کار شما نیست، آقا شما چه فکری دارید، مشکل نمیشه، برگردید، عقب نشینی کنید، برید سر جایتون. اونجا عیناً همین گفتند. دقت بفرمایید آیه را و ترجمه آیه را. و اذ قالت طائفة منهم، زمانی که گفت یک گروهی از منافقین، یا اهل یثرب، ای اهل یثرب. یثرب نام قدیمی مدینه منوره هست. قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمش یثرب بود. بعد از اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هجرت کردند، مسلمانان اسمش را گذاشتن مدینه الرسول یا مدینه النبی. کتاب امروز مدینه بهش میگویند، یعنی شهر رسول، شهر نبی، شهر نبی خدا، شهر پیامبر خدا. اما منافق این تحمل نداشتن. منافقین به همون نام قدیمی نام می بردن، می گفتن یا اهل یثرب، ای اهل یثرب، ای اهل مدینه، لا مقام لکم فارجعوا، اینجا جای شما نیست، برگردید، برگردید به خونه ها. هی مردم را تشویق به برگشت می کردن. اینها در واقع ابزار شکست بودند، ولی مسلمانان قوی تر از این مسائل بودند. و حتی به خاطر اینکه مشخص نشن که منافق هستند، می آمدن خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اجازه می گرفتن به بهانه های پوچ. خیلی ها هستن وقتی که مشکلات می آید برای مسلمانان، به بهانه های واهی صحنه را ترک می کنند. اینها و یستأذن فریق منهم النبی، قرآن می فرماید اجازه می گرفت گروهی از اونها از پیامبر. چی می گفتن؟ یقولون ان بیوتنا عوره، می گفتن یا رسول الله خانه های ما عورت هست. عورت یعنی بیدر و پیکر، محفوظ نیست. زن و بچه ما محفوظ نیستن، نیاز دارم ما بریم از اونها محافظت بکنیم. ما اینجا تو سنگر نمیتونیم بمانیم، اجازه بدیم ما بریم از زن و بچه من محافظت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اصراری نداشتند. جهاد بالاجبار که نمیشه. در راه دین انسان میخواد کار بکنه، به زور که نمیشه. وقتی که میگفتن یا رسول الله اجازه بده، رسول الله میفرمود بفرمایید، میرفتند. اما پروردگار عالم الغیب، ذاتی که عیان و نهان را میبیند و میداند، چی میفرماید؟ و ما هی بعوره، در واقع بیدر و پیکری نبود. خونه هایشون که بگن غیر محفوظ نبود. این یریدون الا فرارا، اینها تصمیم نداشتند، اراده نداشتند، مگر اراده فرار داشتند. میخواستن بگریزند، ترسو، عرض کردم بزدل، میخواستن صحنه را ترک بکنند، میخواستن که پا به فرار بگذارند. این بالاخره یکی دیگر از اوصاف نفاق و اهل نفاق. وقتی که شرایط سختی باشد برای مسلمانان، اینها فرار میکنن. اینها قبلا هم این کار را کرده بودند. در آیات بعدی که شاید امشب به اون آیات نرسیم میخوانیم، خداوند میفرماید این بار اولشون نیست. در جنگ احد عبدالله ابن ابی با 300 نفر از منافقین تشویقشون کرد، گفت برگردیم. برگشتند. مسلمانان رو میخواستن تضعیف روحیه بکنن. اونجا عده‌ای از مسلمانان شهید شد. بالاخره هر جا منافق کارش اینه، ایمان نداره، ضربه میزنه.
لذا اینجا هم اونها برگشتند، پروردگار میفرماید این یریدون الا فرارا. و خداوند، عرض کردم خداوند عالم الغیب، اون ذاتی که از درون اینها خبر داره، چی میفرماید؟ ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها. مفهوم این آیه اینه که اینا اصلا ایمان ندارند، اینا شرایط را نگاه میکنند. اگر کفار وارد بشند، وارد مدینه بشند، از اطراف بتونن نفوذ بکنند، بتونن خودشون را به اینها برسونند، به این منافقین خودشون را برسونند، ثم سئلوا الفتنه، سپس از این منافقین سوال بشه، خواسته بشه که در اون فتنه با کفار همراه بشن، بر علیه مسلمانان بجنگند، لآتوها، اینها فوراً به سمت کفار می روند، در صفوف کفار اینها شامل صفوف کفار می شوند، وارد می شوند. و ما تلبثوا بها الا یسیرا، و در مدینه یک لحظه ای هم نمی مانند، فوراً میرن با کفار. یعنی اینها اعتقاد ندارند، باور ندارند، ایمان ندارند. پس عزیزان، این اوصاف اهل نفاق هست که اهل نفاق شرایط را نگاه می کنند، اونها به هیچ چیزی فکر نمی کنند، نه به خداوند، نه به رسول خدا، نه به دین خدا، نه به کتاب خدا، و نه به دنیا و نه به آخرت. اونها فقط به فکر منافع خودشون هستند، به فکر نجات خودشون هستند، شرایط را نگاه می کنند. لذا امروز متاسفانه شرایط مسلمانان هم شرایط سختی هست. ما در پرتو این آیات بیایم بنگریم، بررسی بکنیم ما چه وضعیتی داریم، ما چه شرایطی داریم. اگر ما در مسیر حق هستیم، در مسیر دین هستیم، و گرچه نسأل الله العافیه، ما همیشه از خداوند عافیت میخواهیم، از خداوند میخواهیم که به فتنه ها گرفتار نشیم. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادند که ما همیشه دعا بکنیم از فتنه ها به ذات پروردگار پناه ببریم. اما اگر مشکلات آمد، اگر فتنه آمد، آیا ما بگریزیم؟ ما به فکر زن و بچه خودمون باشیم، به فکر نجات خودمون باشیم، مسلمانان را، مظلومین را به حال خود رها بکنیم؟ اگر اینطور هست، پس خدا نکند مصداق این آیات قرار میگیریم. اما اگر در مسیر حق، در مسیر درست، در مسیر ایمان، در مسیر خدا و در مسیر حمایت از دین، از مظلوم، از مسلمان، اگر برای ما مشکلاتی بیاد، استقامت کنیم، ثبات داشته باشیم و بیستیم، قطعاً یاری خداوند و نصرت خداوند با ماست. چون خداوند وعده فرموده انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ما یاری میکنیم، ما کمک میکنیم هم پیامبرانمون را و هم مؤمنین را. والذین آمنوا، کجا کمکش میکنیم؟ فی الحیات الدنیا، هم در دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، و هم در قیامت. لذا اگر در مسیر ایمان باشیم، در مسیر دفاع از دین و از مظلوم باشیم، خدا ما را یاری می کند، خدا ما را رها نمی کند. و اگر در این راه شهادتی هم دست بده، ما که از شهدای صدر اسلام بهتر نیستیم، ما از شهدایی که در مسیر تاریخ بودن بهتر نیستیم. بنابراین مهم اینه عزیزان که ما در پرتو آیات کلام الله مجید،
پیرو حق باشیم، دنبال روی حق باشیم، در مسیر خدا باشیم، در مسیر دفاع از دین و ایمان و از مظلومان و از مسلمانان باشیم. خدای عزوجل ما را یاری می کند و اگر خدای نکرده به فکر منافع شخصی، به فکر زن و بچه، به فکر پول و مال و متاع، به فکر یک سری منافعی که احیانا برای ما گاهی ایجاد میشه، اونها را صرفا مد نظر گرفتیم و از حق فاصله گرفتیم، به سمت باطل رفتیم، اون وقت خدا بر ما رحم بکند. اون وقت ما میشیم مصداق این آیه که اینها بدترین انسان ها هستند. اینکه در دنیا بر اینها چه گذشت انشاءالله در آیات آینده می آید، اما در آخرت الله می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. همانا منافقین در پایین ترین طبقات آتش جهنم هستند و هیچ یار و یاوری برای اونها نخواهید دید، هیچ کسی از اونها حمایت نمی کند. خداوند همه ما مسلمانان را از نفاق و از صفات اهل النفاق حفاظت بفرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.